خدمت دوستان. بار دیگر برگشتیم بچه‌ها با تحلیل های ریدینگ های کتاب های کمبریج 11 تا 20 باید بگیم الان دیگه بچه‌ها، چون 20 هم اومد و ما تا کتاب کمبریج 17 آکادمیک رو تموم کرده بودیم. بعد از یک وقفه‌ای حالا دوباره برگشتیم ان شاءالله با توجه به برنامه‌ای که داشتیم. رسیدیم بودیم بچه‌ها به کتاب کمبریج 18 آکادمیک و امروز ان شاءالله اگه خداوند بخواهد در پسیج 1 و 2 کتاب کمبریج 18 آکادمیک رو با یکدیگر تحلیل خواهیم کرد. خب تست 1 کتاب کمبریج در حقیقت 18 آکادمیک صفحه 16 رو داریم بچه‌ها که دو تا متن داره. اولی اربن فارمینگ است. جالب است بهتون بگم بچه‌ها که اربن فارمینگ از اون تاپیک های فیورتی بوده است که تو آیلتس اومده. چند بار من دیدم که توی ریدینگ اومده، توی لیسنینگ هم تو بخش 4 جزء فیورت تاپیکاش هست. اربن فارمینگ رو بچه‌ها ایده خوبی است که یکم در موردش اطلاعات داشته باشید و جالب اینه که بچه‌ها در حقیقت هم تاپیک بعدیش هم بچه‌ها در مورد environment بوده، forest management in Pennsylvania USA. خب بچه‌ها اول میریم با در حقیقت هم صفحه 16 کتاب کمبریج 18 آکادمیک پسیج اولش بچه‌ها اربن فارمینگ. نوع سوالات رو اول نگاه میکنیم بچه‌ها. 1 تا 3 نوت کمپلیشن دارد، سوال 4 تا 7 تیبل کمپلیشن دارد و سوال 8 تا 13 سوالات ترو فالس نات گیون دارد بچه‌ها. و در حقیقت هم تو سوال 1 تا 3 به ما اجازه داده است که no more than 2 words بچه‌ها، یعنی ما ممکن است 2 تا کلمه بنویسیم یا 1 کلمه و 1 عدد بنویسیم یا بچه‌ها در حقیقت هم 2 کلمه و 1 عدد هم ممکنه بنویسیمش. اما بچه‌ها سوالات 4 تا 7 فقط 1 کلمه است و سوال 8 تا 13 هم که true false not given بوده. معمولا بچه‌ها انتظار بر این هست که سوالات اصطلاحاً در حقیقت امر پسیج اول به ترتیب باشن، یعنی اول سوال 1 تا 3 بیاد، بعد طبیعتاً سوال 4 تا 7 بیاد و بعدش بچه‌ها سوال 8 تا 13 بیاد. اما بچه‌ها لزوما همین اتفاق نمیفته، ولی معمولا اینجوری بچه‌ها. نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها معمولا سوالات نوت کمپلیشن یا سنتنس کمپلیشن بگم بچه‌ها و تیبل کمپلیشن بدون شک بر اساس قاعده پارافریز خواهد بود. به زبان خیلی ساده تر بخوام بگم بچه‌ها قانون سینونیم یعنی مترادف و اینا، لکسیکال و گرامر و در این حال بچه‌ها اردر اطلاعات اینجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خب بچه‌ها سوال اول رو میخونم. نوشته vertical tubes are used to grow strawberries and herbs. خب اینو داشته باشیم بچه‌ها. vertical tubes ها استفاده میشود به منظور رشد دادن strawberries ها and herbs، یعنی 3 تا آیتم، 3 تا مثالی از آیتم ها داده شده است که اینها مورد استفاده قرار مثلا در حالت این vertical tubes ها استفاده میشوند به منظور اینکه بچه‌ها اینا رو چیکار کنن؟ اصطلاحا بچه‌ها رشد بدن. strawberries هرب دو طرفش اومده بچه‌ها، وسطش رو باید پیدا کنیم. البته بچه‌ها تو متن انتظار نداشته باشید که لزوماً اول استروبریز رو گفته باشه بعد وسطی جواب شما باشه بعد هرب باشه، ممکنه به ترتیب هم نباشه. بعد بچه‌ها جدوله عنوانش میگه intensive farming versus aeroponic urban farming، یعنی عملا بچه‌ها دو نوع فارمینگ رو داره با هم مقایسه میکنه. این هم داشته باشیم بچه‌ها. و سوال 8 گفته است که urban farming can take place above or below ground. صفحه 19 کتاب کمبریج 18 آکادمیک میگه ممکنه که بالای گراوند باشد یا اینکه زیر گراوند بچه‌ها این رشد داده بشه. خب بچه‌ها میریم کیوردامون رو پیدا میکنیم تا ببینیم چی میشه. کیورد مستقیم ما به نشک بچه‌ها استروبریز هستش، از اون بچه‌ها اینتنسیو فارمینگ هست، اینا رو داشته باشیم بچه‌ها. خب جواب ما بچه‌ها استروبریز رو ما میتوانیم پیدا بکنیم بچه‌ها در احتمال زیاد در همون بچه‌ها پاراگراف اول و خط دوم هم پیدا میکنیم. متأسفانه بچه‌ها فاصله‌اش یکم زیاد بوده. نوشته strawberries that are small, intensely flavored and resplendently red kind of sprout abundantly from large plastic tubes. Peer inside and you see the tubes are completely hollow. The roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. From identical اینجا دارم جواب میدم. Identical یعنی دقیقاً یکسان. From identical vertical tubes nearby burst
row upon row of lettuce. یعنی بچه کلم، یعنی از کلم، یعنی برای تولید کلم هم ازش استفاده میکنن. پس بنابراین جواب سوال ما lettuces میشه. حالا بچه ادامهش هم اگه دقت کنید نوشته near those are aromatic herbs یا herbs بچه ها. پس جواب سوال در حقیقت بچه ها یک ما lettuce شد. یه چیز ما دیدم بچه ها، ببینید این دو طرف جای خالی با زبان بی زبانی به شما دارد میگوید که تقریبا دنبال چی باید بگردید. شماره 2 گفته بچه ها there will eventually be a daily harvest of as much as in weight of fruit and vegetables. یعنی در پایان میگه daily harvest خواهیم داشت، یعنی به صورت روزانه بچه ها محصول برداشت خواهد شد. as much as وقتی میآید بچه ها as much as را میآورد، طبیعتا انتظار داریم که یک مقدار رو داشته باشیم بچه ها. پس باید دنبال یک عدد باشیم. دوباره میگم بچه ها متاسفانه فاصله بین جواب‌ها یکم زیاد بود و شاید این میتونست اذیت کننده باشد بچه ها. اگر بیاید نگاه بکنید الان جواب سوال دوم در پاراگراف دوم بچه ها خط 1 2 3 4 5 6 بود بچه ها. از این شروع میشد. When the remaining 2/3 of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to بچه ها این up to رو میبینید؟ این up to از لحاظ معنایی مترادف می شود با as much as، میگه تا 1000 کیلوگرم رو. پس بنابراین جواب اصطلاح بچه‌ها سوال دوم ما 1000 کیلوگرم بچه‌ها. پس تکرار میکنم بچه‌ها یاد بگیرید بچه‌ها، اینو ممکنه بارها بیاد. وقتی که از ماچ از میاد یعنی بچه‌ها ماکسش رو میخواد بگید، از منی ماکسش رو میخواد بگه. پس اینجا هم بچه‌ها up to مترادف میشه باش. شماره 3 گفته بچه‌ها it may be possible that the farms produce. یادتون باشه بچه‌ها produce وقتی به عنوان فعل باشه استرس تو قسمت دومه، وقتی به عنوان اسم باشه بچه produce تلفظ می شود. و در عین حال یادتون باشه بچه که یک اسم غیر قابل شمارش است و اشاره دارد بچه به محصولات کشاورزی. میگه it may be possible that farms produce یعنی محصولات کشاورزی یا محصولات اون مزرعه بچه will account for یعنی در account خواهد کرد برای as much as 10% of the cities. خب مشخص بچه مصرفش یه چیز شبیه این باید باشه دیگه. کیورد کاملا مشخص است بچه ها، کیورد شما اینجا 10%. خب پس بنابراین که کیورد شما بچه ها 10% هست، بنابراین در حقیقت هم 10% رو پیدا میکنید تو پاراگراف دوم خط آخر که میگه target may be between 5% and 10% of consumption. پس جواب consumption بچه ها. و همون جوری که گفتم بچه ها بهتون واضح هست که کیورد مستقیم شما اینجا 10% هست و طبیعتا داستانی که وجود دارد بچه ها این می شود که شما در حقیقت هم بچه ها اینجا consumption رو بنویسید. حالا در ادامهش بچه ها intensive farming جدول رو داره میگه بچه ها. میاد سال 4 تا در حقیقت هم بچه ها 7 intensive farming داریم بچه ها، aeroponic farming داریم، urban farming داریم بچه ها. 3 تا ستون داره. در ستون اول در مورد growth داره صحبت میکنه، در ستون سوم در مورد سلکشن داره صحبت میکنه و در ستون سوم در مورد سیل داره صحبت میکنه. در صفحه 18 کتاب کمبریج 18 آکادمیک بچه اول بچه اینتنسیو فارمینگ نوشته wide range of used. اینجا بچه ما wide range ها داشته باشید، احتمالاً تکنیکی استراتژی چی شبیه بچه استفاده میشه. ببینیم یک رنج وسیعی از چی مورد استفاده قرار میگیرد. جواب ما اینتنسیو فارمینگ چیز مکانی که باید صحبت کنیم بچه‌ها اینتنسیو فارمینگ. صفحه 16 بچه‌ها اگر دقت بکنید اینجا در مورد اینتنسیو فارمینگ صحبت میکنه. عملا بچه‌ها جواب در پاراگراف 1 2 3 از خط سوم شروع میشه. نوشته the method's advantages are many. He says, first, I don't much like the fact that
most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produce them are such huge generators of greenhouse gases. جواب سوال ما بچه ها اینجا pesticides. pesticides بچه ها یعنی چی؟ یعنی آفت کش ها. اینجا میگه بچه ها 17 different 17 گونه از pesticides ها میگه مورد استفاده قرار میگیره در intensive farming. پس اینجا بچه ها در حقیقت هم جواب سوال 4 ما میشه intensive pesticides بچه. خب اون پایینش دیگه بچه ها اصلا صحبت نکرده. بعد سلکشن هم بچه ها اومده در مورد intensive farming گفته varieties of fruit and vegetables chosen، یعنی گونه های مختلف فروت و vegetables که chosen شده است that are chosen that can survive long، که میتونه بچه دوام بیاره long. احتمال زیاد بچه ها خشکسالی، کم آبی، دمای گرم یا همچین چیزی باید باشه، از لحاظ معنیش دارم میگم. دوم بچه ها یادتون باشه علت این که ویجیتبلز رو به صورت جمع آورده اما فروت رو جمع نکرده است در این بوده است که ویجیتبلز جالب است بدانید که قابل شمارش و فروت خیلی قابل شمارش. پس جواب بچه ها در صفحه بعدی هستش. اگر دقت کنید بچه ها اینجا در صفحه بعد نوشته است که I don't much like the fact that either that they've traveled an average of 2,000 refrigerated kilometers to my plate, that their quality is so poor because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys. جواب ما جرنیز بچه ها. دقت کنید بچه ها. withstand یعنی دوام آوردن. این کلمه رو مترادف کرده با survive. پس بنابراین در لیست کلماتی که داری می نویسی بنویس که withstand رو با survive مترادف می گیرم. این خیلی به درد میخوره، خیلی جواب به درد میخوره و میاد. از اون بر بچه ها substantial journeys هم که مشخص بچه ها substantial این قابل توجه، اما مترادف کرده با long بچه ها. ادامهش در سوال در حالت بچه ها 6 گفته است که receive very little of overall income، یعنی یک فاعل میخواییم داره میگه که این آدم ها اون از درآمد باشه یک مقدار پول خیلی کمی رو دریافت میکنن. باید ببینیم که کیا هستن که مقدار بسیار پول کمی رو دریافت میکنن. اگر بیایید باز همون تو پاراگراف نگاه کنید بچه‌ها نوشته که 80% of the price I pay، میگه 80% قیمتی که من پرداخت میکنم goes to wholesalers، به فروشنده ها میرسه، and transport companies ها not the producers. مثلا این تولید کنندگان مثلا مقدار خیلی کمی رو دریافت میکنن. پس جواب سوال من اینجا producers میشه مثلا، یعنی جواب سوال من مثلا اینجا producers میشه. حالا بچه‌ها دوباره به سلکشن برگشته توی قسمت ایروپانیک urban farming بچه‌ها produce chosen این میگه produce اینجوری بود بچه‌ها produce chosen این produce انتخاب میشه because of its، به خاطر بچه‌ها چی؟ its اینجا صفت ملکی هستش بچه‌ها. پس بنابراین که اینجا its صفت ملکی هست طبیعتاً انتظار داریم که بعدش اصطلاحاً بچه‌ها یک اسم بیاد باشه، اسم قابل شما که نگم بچه‌ها یه اسم باید بیاد. پس اینجا یه اسم باید بگیم. پس میگه پرودیوس انتخاب میشه به خاطر چی بچه‌ها؟ اینجا اگر نگاه کنید بچه‌ها در پاراگراف بعدی اومده در مورد ایروپانیک فارمینگ داره صحبت میکنه بچه‌ها. اگه دقت کنید بچه‌ها در خط 1 2 3 4 جواب ماست. میگه you can select crop varieties for their flavor، یعنی crop varieties رو بچه‌ها به خاطر مزه‌شون میگه میتونید انتخاب کنید. پس جواب سوال 7 من بچه‌ها اینجا flavor میشه. پس جواب سوال 7 من چی شد بچه‌ها؟ اینجا flavor شد. اینو داشته باشیم بچه‌ها. خب حالا میریم بچه‌ها سراغ true false not given. بر طبق
عرف بچه ها معمول به این صورت است که سوالات در متن اول به ترتیب هم بچه ها. پس انتظار ما هم این هست که سوالات به ترتیب باشن. صفحه 19 کتاب کمبریج آکادمی چه سوال 8 نوشته urban farming can take place above or below ground. urban farming میتونه اتفاق بیفته بالای زمین و زیر زمین. بچه‌ها جواب true است. علت اینجاست بچه‌ها. شما در پاراگراف 1 2 3 صفحه 17 خط سوم ببینید بچه‌ها. خط دوم strawberries are being grown in disused shipping containers, mushrooms in underground car park. دیدی بچه شد؟ یعنی میگه استروبریز رو روی کشتی بالای سطح زمین، ماشروم رو زیر زمین در underground کار پارک رشد میدن و تولید میکنن. پس با توجه به این بچه ها جواب سوال 8 من ترو میشه. سوال 9 گفته بچه ها برخی از اکویپمنت، چون اکویپمنت غیر قابل شمارش هست بچه ها اس نگرفته، which is used بوده بچه ها reduce adjective clause شده که استفاده میشه در aeroponic farming can be made by hand. دست به وسیله، میگه دست میتونه درست بشه. اگر بیایید بچه ها اینجا در همون خط نگاه کنید بچه ها نوشته aeroponic farming he says is virtuous. این چیز خوبیه بچه ها. The equipment weighs little. وسایلی که استفاده میشه وزنش کمه. Can be installed on almost any flat surface. بر هر سطح صافی میتونه اینستال بشه بچه ها. And is cheap to buy. قیمتش هم ارزونه. Roughly 100 euro to 150 per square meter. It is cheap to run. میگه راحت هم از ران کردنش بچه ها. To consuming a tiny fraction of electricity used. پس بنابراین چه نکنید؟ در مورد وسایلش صحبت کرد، اما حرفی از این که آیا این وسایلی که داریم عملا در حقیقت هم میتوانند به وسیله دست درست بشوند یا اینکه نه به وسیله دست درست نمیشوند چه صحبت نکرد. پس بنابراین جواب سوال 9 من not given خواهد بود بچه ها. ببین بچه ها یا یک بار دیگه با هم ریویو میکنیم. true false not given قاعده این بود: آیا بر اساس اطلاعات داده شده من میتوانم تایید بکنم که این عبارت یا بهتر است بگویم این جمله به این صورت صحیح است؟ میشود true. آیا بر اساس اطلاعات داده شده من میتوانم تایید بکنم که این جمله به این صورت ناصحیح است؟ میشود false. هیچ کدومشو وقتی نمیتونم انجام بدهم نتیجه ای که اتفاق میفته میشه not given. پس بنابراین سوال 9 کتاب کمبریج 19 آکادمی میشه not given میشه، چون هیچ کدومش نمیتونیم انجام بدیم بچه‌ها. پس دوباره بچه‌ها حواستون به اون باشه. سوال 10 urban farming relies more on electricity than some other types of farming. اینجا میگه بچه‌ها urban farming بیشتر به الکتریسیتی نیاز داره، در حالی که در همون پاراگراف نوشته a tiny fraction of the electricity used by some techniques. یعنی داره اشاره می کند به این که مقدار الکتریسیتی که استفاده می شود خیلی کم هست بچه. پس بنابراین این قسمت که دارد می گوید که الکتریسیتی بیشتری استفاده می شود نسبت به تکنیک های دیگر رد است. پس از اون بچه ها تکنیک استفاده می کنیم بر اساس اطلاعات داده شده در داخل متن. ما می توانیم بگوییم که در حقیقت بچه ها الکتریسیتی بیشتری استفاده نمیکنه در مقایسه با آیتم دیگر. در نتیجه با توجه به اون ما می توانیم بگوییم که سوال 10 بچه ها فالسه. سوال 11 fruit and vegetables grown which are grown. بچه ها reduced adjective clause یکی از فیورت های گرامر ها در پارافریز های ریدینگ های است. fruit و vegetables هایی که رشد پیدا میکنن در aeroponic urban farm are cheaper than ارزونتر هستند از traditionally grown organic produce. جواب صحیحه بچه ها. علتش چیه؟ علتش اینه پاراگراف آخر خط اول میگه پرودیوسی که grown میشه this way typically sells at prices that
while generally higher than those of classic intensive agriculture. میگه اصطلاحا بچه اینا نسبت به intensive agriculture قیمتش بالاست، اما نسبت به soil based organic growers کمتر است. پس بنابراین بچه ها سوال 11 که داره مقایسه میکنه قیمت رو، این عملا داره میگه این قیمتش کمتر از اونه دیگه. پس صفحه 19 کتاب کمبریج 18 آکادمیک بچه‌ها داره میگه که قیمت این قسمت پایینتر از اون قسمته. پس نتیجه میگیریم که جواب این سوال بچه تروه. پس قاعده رو بچه یک بار دیگه ریویو کنید. آیا بر اساس اطلاعات داده شده ما میتوانیم جمله داده شده را تایید کنیم؟ میشود ترو. 2. آیا بر اساس اطلاعات داده شده ما میتوانیم صحت جمله مورد نظر رو رد کنیم؟ میشه فالس. هیچ کدام not given. اینجا تونستیم بچه‌ها تاییدش کنیم، پس ترو شد. سوال 12. Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year. بچه‌ها در هر زمانی از سال. در هر زمانی بچه‌ها اینجوریه یا نه؟ اینجا اگر دقت کنید در پاراگراف آخر خط سوم چهارم از پایین، در خط سوم از بالا بچه‌ها نوشته there are limits to kind of what farmers can grow this way of course and much of the produce is suited to the summer months. میگه اکثرشون بچه‌ها تو تابستون چیز میشه. بچه‌ها یه عبارتی داریم به نام all year round. اینو یاد بگیرید بچه‌ها، خیلی وقتا میاد. all year round معنی چیه بچه‌ها؟ یعنی وقتی میخواد بگه در کل سال فارغ از فصل از این عبارت که all year round استفاده میکنه. اما اینجا گفته است که در تابستون این کار میکنن. پس داره میگه که most produce، اینجا میگه اکثرشون نمیشه، این میگه میشه. پس جواب سوال فالس میشه. و سوال 13 و سوال آخر بچه beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables. اینجا در مورد بین صحبت کرده بچه ها، اما در مورد مدت زمانش صحبت نکرده. پس نه تایید میکنیم نه رد میکنیم بچه ها. جواب نات کی میخواد. برای امروز بچه ها که حالا دوباره استارت زدیم بچه ها، متن اول کفایت میکنه بچه ها. ان شاء الله فرصت ها که اجازه داد در حقیقت متن های بعدی رو دو تا میرم بچه ها که سریعتر تموم بکنیم، به کتاب کمبریج 20 آکادمیک برسیم بچه ها، و بعد از اون ان شاء الله از کتاب کمبریج 13 جنرال برگردیم که بچهای جنرال هم بتونن استفاده کنن. 5 نتیجه اخلاقی میخوام بگیرم بچه ها. نتیجه اخلاقی اول بچه ها وکب خیلی مهمه. نتیجه اخلاقی دوم بچه ها کاری که انجام بدید اینه در ترو فالس نات گیون 3 قاعده این که آیا بر اساس اطلاعات متن میتونیم تایید کنیم یا رد کنیم یا هیچ کدام در نظر بگیرید بچه ها. نتیجه اخلاقی سوم سوالات بخش 1 متن بچه ها معمولا به ترتیبن. نتیجه اخلاقی چهارم بچه ها حواستون به reduced adjective clause ها باشه بچه ها. و نتیجه اخلاقی آخر بچه ها حواستون به گرامر هایی که استفاده میشه باشه. انشالله که بسیار روز خوبی داشته باشید و انشالله در ادامه همه کتاب‌های کمبریج رو تحلیل خواهیم کرد و در خدمتتون هستم. روزگار خوبی داشته باشید.